از آغاز سال روان از جمهوری تاتارستان تقریباً 1000 مهاجر را خارج کردند. بنا به اطلاع خدمات فدرالی سود اجرایچیان این منطقه روسیه، اکثر اخراج شده ها زاده های کشورهای آسیای مرکزی اند. خدمات اطلاع داده است که این افراد قاعده های مهاجرت را ویران کردند و اول به مرکز نگهداری بعداً به کشور خود انتقال داده می شوند. در همین حال برخی از وکیلان دومه دولتی روسیه همان دعوت‌ها را برای جلب مهاجران دارای شهروندی به جنگ اوکراین ادامه می‌دهند. الکسی ژوراویوف، وکیل روس، در صحبت با برخی از رسانه‌های این کشور از تهیه شدن لایحه قانون خبر داده است که بر اساس آن خدمت در ارتش برای افرادی که تازه صاحب شهروندی شدند حتمی خواهد شد. طبق این تغییرات، خارجیان دارای شهروندی روسیه ناوابسته به آنکه در کشور خود از خدمت حربی گذشتند یا نه، عهده دارند که در ارتش روسیه هم خدمت کنند. این عهدهداری برای افرادی تا 50 ساله پیش بینی می شود. مقامات روسیه با تشکیل عملیات و ریدها در هفته‌های اخیر به شکار مهاجرانی شروع کردند که صاحب شناسنامه روسی اند اما در این کشور خدمت حربی نکردند. گفته می شود هدف جلب آنها به ارتش و جنگ اوکراین است. اکثر قانون و قاعده‌های هم که حالا در روسیه تغییر داده می شود به مهاجران و افرادی دارای شهروندی این کشور ربط می گیرند.